بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده 89 مفهوم افعال و صفات را تفویض نماییم. تفویض به معنای واگذاری و در اصطلاح حکم نمودن به مجهول بودن کیفیت آن می باشد. چی معنی؟ در این قاعده اوت میگه که ما و شما مسلمان ها مفهوم از این افعال، یعنی کیفیت از این افعال به الله سبحانه و تعالی بگذاریم که الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است و او خودش کیفیت افعالش میفهمه. ما کیفیت افعال الله سبحانه و تعالی را نمیفهمیم و نمیتونیم او را با کیفیت افعال مخلوقات تشبیه بکنیم، چون افعال ما مخلوق هستیم، افعال ما افعال عاجزی هست. ما امو قسم که الله سبحانه و تعالی گفته هست افعال برای خود نسبت داده و او یقین داریم، لکن کیفیتش میگذاریم به الله سبحانه و تعالی. و اقسام تفویض دو قسم است، یعنی تفویض دو گونه صورت میگیرد. قسم اول تفویض در کیفیت ذات، صفات و افعال. تفویض کیفیت این است که بگوییم ما کیفیت ذات، صفات و افعال خالق را نمیدانیم، آن را به خالق متعال تفویض میکنیم که این اساس عقیده توحید است. ما افعال الله را میفهمیم لکن کیفیتش را نمیفهمیم. میفهمیم که الله خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست، استوا میکنه، لکن نزول میکنه، لکن کیفیت شما نمیفهمیم و این تشبیه با مخلوق نمیکنیم. و قسم دوم تفویض در معنا هست. تفویض در معنای افعال و صفات که کسی بگوید ما معنایش رو نمیدانیم. چطور ما معنای افعال میفهمیم لکن کیفیتش نمیفهمیم؟ اینجا فرق است بین ازی که معنای یک فعل نفهمی. حالا مثلا ما معنای خلق کرده نمیفهمیم که الله خلق کننده هست، معنایش میفهمیم، روزی دهنده هست، معنایش میفهمیم، شفا دهنده هست، معنایش میفهمیم و بسیاری افعال است. لکن این افعال کیفیت شما نمیفهمیم، زیرا معنای اسما، صفات و افعال خالق را میدانیم ولی فقط کیفیتش نمیفهمیم که با کدام کیفیت است، چون افعال الله متعال به جلال و عظمت الله شایسته هست و او را ما کیفیتش نمیفهمیم، لکن معنایش و لفظش میفهمیم. میفهمیم لفظ فعل میفهمیم و معنای فعل معنایش هم میفهمیم، لکن کیفیتش نمیفهمیم. کیفیتش به الله واگذار میشیم، تفویض میکنیم. این است معنای تفویض.